شرکت اپل ترمز یک طرح خود را زیر کرد که هدف از آن استحصال ماشین های برقی بود. خبرگزاری رویترز با تکیه به منابع خود در این باره خبر داده است. خبرگزاری بلومبرگ هم نوشت که کارمندان مشغول این طرح را برای کارکرد هوش مصنوعی سفربر کردند. شرکت اپل هیچ شرح نداده است. اپل طرح را با نام تایتن آغاز کرده بود و سالها باز قصد داشت ماشین برقی بسازد. طرح هم زمان آغاز شد که توجه به ماشین های برقی خودران در امریکا زیاد شد. رویترز سال 2020 گزارش داده بود که اپل نیت دارد اولین ماشینش را سال 2024 و یا 2025 وارد بازار کند. ولی طرح با پستی و بلندی ها پیش رفت و پاندمی کووید بازار ماشین های سبکرو را نیز به هم زد. فایز بلندی قرض ها خرید و فروش را کم کرد و تولیدگران ماشین استحصال را کاهش دادند و کارگران را اختصار کردند. حتی شرکت تسلا از فروشندگان پیشرفت ماشین های برقی سرمایه گذاری در این سمت را کاهش داد. عین زمان اپل برعکس شرکت‌های عظیم دیگر به مثل الفابت و مایکروسافت که در محصولاتشان از هوش مصنوعی فراوان استفاده می‌کنند درباره حرکت به این سمت چیزی نگفته است.